داشتم کنترلم رو روی چیزی از دست میدادم که خیلی خشونت‌آمیزتر از اون بود که بشه برای همیشه در درون خودم نگهش دارم. نشسته بودم و یه سر بریده توی دستم بود. باهاش حرف میزدم، بهش نگاه میکردم. داشتم از هم میپاشیدم. میتونستم با این واقعیت زندگی کنم که همین الان یه زن جوون بیگناه و با ضربات چاقو کشتم و گلوشو بریدم. نه با اره، با یه چاقوی جیبی. پیچیدگی کار منو برانگیخته میکرد. روش موشکافانه‌ای که با اون مشکلات بالقوه رو حتی قبل از اینکه پیش بیان برطرف میکردم. قتل و مرگ همیشه برای من جذابیت داشت. مرگ ناگهانی و خون ریزی. نیویورک سرد و دلگیر بود، اما اشکالی نداشت چون با حس و حال خودم همخونی داشت. دنیا داشت تاریک میشد. میتونستم بیشتر و بیشتر احساسش کنم. تو گرگومیش نیویورک کنار دودکش میشستم و به این فکر میکردم که خودم رو از اون بالا پرت کنم پایین. یه نیرویی وجود داشت که آدما رو از من دور میکرد. یه نفر میخواست من نابود بشم. مرده ها حرف نمیزنن، اما قاتلاشون چرا؟ قسمت 5 پرونده شکارچی، به زودی از پادکست آخرین شاهد.